سلام، روزتون بخیر. خوبی؟ این آخرین ویدئویی هستش که از مجموعه ویدئوهایی که توی این کانال شما به زبان فارسی میبینید. علتش هم اینه که از طریق این کانال من میخواستم یه مقدار با دنیای خارج از ایران ارتباط برقرار کنم، ولی وقتی داریم فارسی صحبت میکنیم لزوما محدود میشیم به داخل. ولی نگران نباشین، ویدئوهای بعدی یا بدون کلام هست، پیغام از طریق حرکت به مخاطب انتقال میشه، یا اینکه حتما زیرنویس فارسی خواهد داشت اگر انگلیسی باشه. این ویدیو باز پیرو ویدیو قبلی در مورد نقد عکس هستش که من با خواهرزاده عزیزم آلان امروز اومدیم اینجا و میخوایم چند تا از عکسای نوزادی رو براتون نقد بکنیم. خب بریم سراغ اولین عکس. آلان جان کار تخصصی نوزاد انجام نمیده و این مهمه که از نظر یه عکاسی که توی لاین های دیگه مثل فشن، مثل کانسپت یا سایر فیلت های دیگه داره کار میکنه چه نگاهی داره به عکس های نوزاد. خب این عکس رو میخوام اول نظرت رو بدونم. به نظرت ممکن خوبم باشه ها، عکس خوبیه، عکس بدیه؟ عکس خوبیه ولی احساس میکنم نگاش تو چشه و نوزاد خیلی گوش است. از نظر ترکیب بندی، از نظر ترکیب بندی، از نظر خود نوزاد، پوزیشن نوزاد یه خورده احساس میکنم تحت فشار زیاده. توی کارهای دور پیچ کلا نوزاد باید تحت فشار باشه، تحت فشار نباشه دکور رو برمی میریزه. یکی از ضعفایی که الان این کار داره توی پوزیشن نوزادی این هستش که کف پا رو به دوربینه. یکی از بدترین کارهایی که یک عکاس نوزاد میتونه انجام بده اینه که کف پا و کف دست اینطوری رو به دوربین قرار بده، ولی اینجا میبینیم که دقیقا هم کار کرده، در حالی که به راحتی باید کف پاها رو به هم میچسبون و خوشگلی انگشتا میافتاد بیرون. ایراد ترکیب بندی همونطور که گفتی درست بود و از نظر پوزیشنی هم ایراد پا خیلی توی عکاسا میبینیم، عکاسای تازه کار مخصوصا این ایرادو دارن. میدونی چطور رفت میشد؟ ضعفش چیه نتونست این کارو بکنه؟ باید اون دورپیچ رو می آورد وسط پا. وقتی دورپیچ میره مچ، خب ناخودآگاه پا اینطوریه دیگه، آزادتره بر اساس فیزیولوژی. بعد پا رو که تا میکرد دورپیچ رو میکشید بالا دور نیمه پا و اونجا محکم کرد. در مورد این عکس نظرت چیه؟ به نظر خوش‌آبرنگ میاد؟ با تم مشکل داری یا با نوزاد؟ با فرم نوزاد. با فرم نوزاد دقیقاً. به نظرت برای چی اینقدر بد شده؟ نپیچیدنش. حالا تلاش کردی بیچاره بپیچتش، ولی نوزاد هوشیاره دیگه. وقتی نوزاد هوشیاره دست و پاهای غیر ارادی میزنه که عکس رو خراب میکنه. دیگه به نظرت چه ضعفی داره؟ فکر کنم زیر نوزاد یه انحناس، فرم زیرش یک دست نیست. دو پستی بلند. به نظر من این اتفاق به خاطر چرخش یا تکون نوزاد افتاده، جابجا شده از اونجای خودش. بخوایم بگیم ضعف عکاس اینجا اینه که نوزاد هوشیار بوده ولی اصرار داشته که این پوزیشن رو بگیره. اگه نوزاد هوشیاره، مخصوصا هوشیار اکتیو، یعنی داره دست و پا میزنه، خب شما باید مهار بکنی، از تکنیک‌های دیگه استفاده بکنی، کامل بچه رو رپ بکنی، نه اینکه این رپ نیمه. البته با توجه به مهارتی که توی رنگ بندی، زاویه عکس، قیاف باز داریم میبینیم، بعید میدونم این ایده عکاس بوده باشه، چون عکاس دانایی پشت این عکسه. احتمالاً خانواده مثلا اصرار داشتن که همچین پوزیشنی از بچه عکس بگیره که خروجی شده. این اصلا زیبا نیست. زیباست به نظرت؟ من اصلا خوشم نمیاد. یعنی که کار نوزاد نمی کنم زیاد جذب این عکس نمیشه. چون یه سری عکس ها هست با وجود اینکه نوزادن و نوزادا همه شبیه هم هستن معمولا عکس خوبه، ولی این عکس بزرگترین آشفتگیش به خاطر بیداری بچه و انتخاب اشتباه رپ نیمه، یعنی به صورت نیمه میپیچیمش، اصلا کار درستی نیست برای بچه‌ای که هوشیاره. خب اینو میخواستم بهت نشون بدم. یه سری
ضعف‌ها داره، یه سری نقاط قوت داره. حالا ببینیم نظر تو چیه. واسه مادر بابا گران یکی و یه خورده فرم بدن بچه این حالت استاندارد فکر نکنم باشه تا جایی که میدونم. دقیقاً بزرگترین مشکلش اینکه میگی لباسش همرنگ بکه توی عکاسی ما یه هست محسوب میشه. میدونی چرا؟ به نظر چرا؟ به خاطر اینکه میخوان فقط پوست رو نشون بدن توی کار، چون خیلی وقتا نوزاد برهنه است دیگه، میان پدر و مادر رو هم کاور میکنن، از لباسهای مختلف استفاده نکنه که به چشم بیاد، فقط بازی پوست باشه، نور و پوست. منتها اینجا حالا جدای از اینکه میبینید چقدر چهره مادر زرده، چهره نوزاد سرخ، ادیت بدی شده، کاری به اونش نداریم چون الان در مورد ادیت صحبت نمی‌کنیم. فرم دست مادر ببین چقدر بد پیچیده، نه؟ قشنگ این گوشش، آره این گوشش اصلا اینجوری کرده، یه حالت پیچیدگی خیلی بدی، چون عکاس خواسته که سر نوزاد رو به دوربین باشه. میدونی اگه میخواستن این عکس رو بگیرن بهتر بود چیکار میکردن؟ بچه رو یه جور دیگه فکر کنم میگرفتن. برای اینکه تمام رخ نوزاد رو داشته باشی، عکس خوبی داشته باشی، باید مادر نیم رخ میشد. مادر نیم رخ میشد، سر نوزاد میذاشت اینجا، از این بر عکاسی میشد، نه اینکه اینجوری سر بچه رو به زور بچرخونه. اصلا دیدی عکس هر چیزی که تو واقعیت هست انعکاس میده، زور، فشار، استرس، خجالت، شرم، حتی کوچکترین فشار روی صورت هم دقیقاً به واضحی دیده میشه. حالا فکر میکنن عکس تو عکس در نمیاد، ولی متاسفانه همه چی رو ثبت میکنه. الان مامانه داره لبخند میزنه ولی دستش داره از جا در میره، اینقدر پیچشش ناجوره. فرم بچه هم درست نیست. اینجا اگه بخوایم به حالت ایدئال هم فکر بکنیم، باید دست بچه میومد زیر چونه، چون اجزای صورت نوزاد خیلی ریزه. ما باید مرتب از اعضای بدن پدر و مادر و اکسسوار فاصله بدیم صورت نوزاد رو. یکی از بهترین راه حل ها استفاده از دست خود نوزاده. اینجوری میومد و یه فاصله میافتاد بین دست و صورت. یه چیزی دیگه هم مثلا دقت کردم، دو دهن نوزادم خیلی بد افتاده. بله. همون فشاری که میگی. دقیقاً به خاطر پوزیشن بده. اگر پوزیشن رو درست انتخاب میکرد این اتفاق نمیافتاد. خب بریم عکس بعدی. این عکس من رنگش رو دوست دارم، خیلی رنگش نوده، مینیمال و ساده، بافتنی خیلی خوبه. ولی احساس میگم این هم مثل قبلی یه فشاری به صورتش اومده که فرم صورتش رو به هم ریخته و شاید فرم خوابیدنش نمیدونه، ولی صورتش اولین چیزیه که تو چشم میزنه. از شونه به پایین اوکیه، مشکلی نداره توی دنیای پوزیشن ما، ولی سرش همونطور که گفتی قسمت لپش اون حالت له شدگی رو داره، پرس شده. خواسته ببین دستم آورده زیر گونه، احتمالاً بچه چموشی بوده، مثلا دستشو کشیده گرد کرده. از روی تیزی انگشت کوچیک میتونیم بفهمیم که بچه دست شلی نداشته، اینجوری مشتی بوده. تلاش زور خودش هم زده ولی نتونسته. ولی من اگه جای این عکاس بودم من چیکار میکردم؟ یه دونه بین کوچیک از زیر این پتو، از زیر این بلنکت رد میکردم، میذاشتم کنار شقیقه، میومد بالا و اون فاصله میافتاد. اون حالت له شدگی دیگه تو عکس نبود. ضعف بزرگیه. بازم میتونست بعد ادیت درستش کنه، نه؟ خیلی راحت تو لیکیوفای با یکی دو تا کلیک یه ذره میآورد پایین و از اون له شدگی که ما الان تو عکس انگار بچه گردنشو به زور پیچوندی، فشار دادی روی پاف، یه حالت حس خوبی منتقل نمیکنه. کلا عکس نوزاد بعد حس رها شدگی، لطافت، نرمی، ریلکسی اینا رو انتقال بده، نه این حجم خشونت. انگار بچه پنده کنفداره. خب اما این عکس بعدی، به من بگو جدا اول چی اومد تو چشمت؟ بیا یه بار دیگه نگاه کن، اول چی اومد؟ پای بچه، جفت پا میاد تو چشم آدم، نه؟ جفت پا، کادر. بعد یه سوالی که بود، نصف از عکس‌ها مربعیه، این تو کار شما هست یا
چرا؟ برای شاسی دوست دارن خانواده، شاسی مربع دوست دارن. بعد مربع هم دیدی سکونش بیشتره دیگه، با حالا هوای نوزاد بیشتر میخونه، ولی این از اشتباهه. این برای کادر مربع هم اشتباهه. من تا جایی که تو کار خودم انجام میدم، مثلا هدرومش کمه، خیلی سرش نزدیک سقفه، پایینش کلا چسبیده به گوشه، یه تیکه‌هاش هم کات خورده کلا، و پا و فرم دست و ناهماهنگه، حتی فرم دست و پا. دقیقاً. مثلا بزرگترین ضعفش همون چیزی که اول گفتی، پا توی ترتیب عکاسی نوزاد ما اول صورت رو داریم، بعد دست ها، بعد پا. این از هر زاویه که بهش نگاه کنی باید این اتفاق بیفته. یعنی اگه قراره بچینی، سر بچه باید اینجا باشه، پلان بندی بکنی، سر بچه اینجاست، دستاش خب طبیعتا زیر گردنش، پاهاش میاد عقب. هیچ وقت ما پا رو نمیاریم جلو بکنیم تو لنز دوربین. این نه تنها پا رو اشتباه زاویه بندی کرده، اصلا رپ خیلی زشتی هم انجام داده. میبینی قسمت پایین بچه، قسمت باسنش اندازه نصف بدنش شده اصلا، چیزی که هیچ اهمیتی نداره تو عکاسی. ما تو عکاسی حرفه‌ای اون قسمت رو میپوشونیم، یعنی که تو حفره قرارش میدیم که اصلا دیده نشه. ولی خیلی جالب این عکس رو میذارن تو گوگل یا مثلا تو پلتفرماشون نمایش میدن. یه بنده خدا هست میدون اقبال ساندویچ لواش و سیب زمینی میده، از این قشنگتر میپیچه. آفرین. نه واقعا اسم خودشون عکاس حرفه‌ای گذاشتن، ولی میبینی که چقدر بد. این برعکس اول دونه که پاش اینطوری بود، این اینطوری. جهت پاش اشتباه نیست ولی اینکه خیلی بالاست، خیلی بالاست. آره، یعنی اول پا اومده تو صورت تو، بعد دست، بعد سر، یعنی برعکسه. اصلا ریتم عکاسی رو هم برعکس انجام بده. در مورد این چی؟ نظرت چی؟ چه بچه خوشگلی هست، نه؟ بچه خارجی هست. خارجی البته. نسبت به قبل احساس میکنم یه خورده بهتره. بله، بعد قبلی که اصلا فاجعه بود. یه خورده حالت صحنه سازی هم کرده، طبیعتا سخت‌تره. میخوام در مورد خود نوزاد بگی، به نظرت یا چشم چپش، همون فشاری که میگم، چشم چپش بزرگتر از راستی است و فکر کنم هوشیارم هست. اونم دقیقاً بزرگترین ضعفش همینه. هیچ کسی این پوزیشن رو برای بچه هوشیار در نمیاره. البته حدس همینه، شاید بچه خواب بوده، گذاشتن توی تم، یه لحظه بیدار شده و دیگه قاطی کرده. ولی خب دیگه نباید عکسشو بگیری و برداری تو ملأ عام بذاری. این عکسیه که نهایت اگه بچه خیلی اذیت کنی بوده، خانواده برمی‌داره میبرن خونه. یه سوالی که شاید خانواده ها بپرسن، چشمش با فتوشاپ درست نمیشه؟ میشه، ولی غیر عادی میشه. ما یه همچین موردی داشتیم انجام دادیم، اصلا درست نیست، اصلا درست نیست جابجایی اجزای صورت یا هر چیز دیگه ای. ولی اصلا خیلی افتضاح دیگه. نیمه پایینی صورت بچه افتضاحه، چه چشمش، چه گونهش، چه چونش، بعد دست همه به هم ریخته به زور. اصلا بعید نیست اینو یه دستی چیزی هم دور گردنش بوده بعد تو ادیت تصویرش کرده باشن. قیافش اینه انگار تو رو خدا منو ول کن، خستم دیگه. به زور گرفتنش. اصلا عکس ایدالی نیست. نکنین اگر بیدار نوزاد، بیخیال همچین تمایی بشین. شما اینجا 100% به یک نوزاد خوابیده احتیاج دارین، به یک نوزادی که بدنش شل باشه. این عکس خوبیه، فقط به نظر من یه ضعف بولد داره. ببینم نظر تو چیه؟ یا عروسکه یا فشاره. دقیقاً. به نظرت عروسکه مشکلش چیه؟ یه خورده زیادی تو چشه. آفرین، زیادی بزرگه. اصلا نوزاد خودش کوچولوه. ما از اکسسوار خیلی ریز و ظریف استفاده میکنیم که خیلی به چشم نیاد، خیلی چشمو ندزده. اینجا اگه عروسکه نبود عکس موفق تری بود تا اینکه الان هست. خیلی اول عروسکه به چشم میاد، انگار خرگوشه بچه‌شو چشمو هدایت میکنه به بچه، ولی اول چیزی که میبینی عروسکی. ولی نمیدونم، احساس میکنم اینم یه خورده فرم. بله، فرم اینقدر عکاس درگیر این عروسکه بوده که بچپونه توی دست بچه، مثلا در بیاد توی کار، که دیگه یه ذره از اینجا غافل شده. ولی بازم
چاره‌ای نداشته. میدونی حجم عروسک اینقدر بزرگه که کله رو اصلا فشار داده یه سمت، چون میدونی نوزاد گردن نداره دیگه بخوای از قسمت گردن استفاده بکنیم، سرش چسبیده به تنش. بعد یه سوال، این عکس مثلا نمیشه از یه رفلکتور استفاده کرد که ناحیه‌های تاریک هم روشن شه؟ میشه، ولی توی عکاسی نوزاد یه ما چند تا هد داریم که اصلا کارشون توی کنتراست بالاست. یه جورایی انگار این سبک شناخته شده است. مثلا یکی از اونا از قسمت ابرو به بعد میبره تو تیرگی مطلق تو عکاسی نوزاد. مثلا سبک کاری شده، خیلی هم دارن کپی میکنن ازش. میشه ولی ضعفی براش نیست توی عکاسی نوزاد. نه چون قبلی‌ها تقریبا اونطوری بود، گفتم این ضعف یا کلا تکنیک. توی عکاسی ما نه، چون داریم آدمای بزرگی اینجوری کار کردن و اون کنتراست هم یه جوری جذابه به نظرم. ولی الان اینجا عروسکی خیلی اوضاع خراب کرده. البته بازم با توجه به سابقه کاری من، خانواده است عروسک میاره اندازه گاو، میگه باید تو عکسه باشه، باید باشه، اصرار دیگه. بعضی وقتا واقعا آدم نمیدونه چیکار کنه. من خودم یه سری عکس‌ها گرفتم به اصرار خانواده، بعد میبینی نشون کسی ندید، چون این ایده من نیست، طرز فکر من نیست، این درخواست شماست. به خودت میگی درخواست مشتری. من اگه عکاس باشم یه دونه اینطوری میگم برای خود خانواده که بذارن یه دونه یا زودتر یا دیرتر عروسک رو برمیدم برای خودم که جزء رزومه خودم باشه، چون یه جوری که هم خودم راضی باشم بتونم استفاده کنم، هم مشتری. دقیقاً درست گفتی. برای مشتری اگه اینطوریه. دقیقاً همینطوریه. با این حساب با توجه به اینکه توی پلتفرماش گذاشته بود، پس میتونست عروسک رو حذف کنه و یه عکس خوب و شسته رفته تقریبا. حالا شاید هم فکر کرده چه کاری جذابی کرده. من اگه عکاس نوزاد یا کودک بودم شاید همین کار میکردم. یه دونه برای خود مشتری به سلیقه خودشون که بهونه نگیرن، یه دونه جدا زودتر یا دیرتر برای پلتفرم خودم یا پیجی یا هرچی. دقیقاً همین درستشه. آفرین. خب بریم سراغ عکس بعدی. این عکس هم مثل اون عکس اولیه است که لباس تیره پوشید و میخوایم بازی پوست و مو رو انجام بدیم، ولی دو تا میدونی تو این عکس‌ها اصلا جزئیات خیلی مهمه. این به خاطر هایلایتاش نور سفید خیلی و صورت مادر و دست و یه تیکه از بدن بچه کامل از بین رفته. آفرین، حالت تخت پیدا کرده. اون حجمو نداره. جدای از اون بچه خیلی کش اومده. ما توی همچین پوزیشنایی زانو رو میرسونیم به آرنج و ببین باز شده. آره باید جمعش میکرد. واقعا اگه از آتش برنمیاد باید با یه دورپیچ جمعش میکرد بچه رو. انگشت مامانو میبینی چقدر معذبه. دست تو همه عکس‌ها، ولی تو عکاسی نوزاد شاید بیشتر، چون که دسته میبینی فقط 2 برابر اندازه نوزاده و خیلی اهمیت داره. این حالتش، فرمش، چیدمانش خیلی موثره، ولی اینجا اصلا خیلی ناجور گرفته، نه هنریه نه حرفی برای گفتن داره. ضعفش بیشتر رو پوزیشنه و بحث نوری که گفتی. خب یه عکس دیگه هم داشتیم، اون اول اینم بگیم و تموم بکنیم پرونده امروزو. نظرت در مورد این کار چیه؟ بخوام توی این عکس این نکته به عکاسای نوزاد بگم، ببینم میدونستن قبلا از روی این عکس یا دست بچه است که اومده بالا، یا اون پارچه که چیدنش یه جوری که میره بیرون از کادر. دقیقاً. کلن احساس نمی‌کنی پارچه و خز و اینا خیلی بیشتر از بچه هست؟ گم شده اصلا توشون یه جوری. فضای منفیش زیاده. آفرین، دقیقاً. چیزی که نباید ما تو کادر زیاد داریم می‌بینیم. مثلا خود پارکت‌ها زیاده، این لایه شده، یه لایه پارکته، بعد اون پشم و پارچه است، بعد نوزاده و چشم خسته میشه تا برسه به نوزاد. دقیقاً. حالا خود نوزادم ریزه میزه یه ضعفی که داره اینه که گردن رفته توی گودی. خب ما عملاً چونه بچه رو انگار نمیبینیم. این زنگ خطر باشه برای عکاسان نوزاد. یه تیپ خیلی خوبه، یه نکته خیلی بزرگه، یه به قولی گلدن پوینتی که باید بهش حواسشون باشه.
همیشه باید چونه بچه رو موقع عکاسی ببینن. اینجور دست میزنی زورش چونه میاد بالا. اگر نمیره زیرش ناهمواره یه چیزی میذاری و سر رو صاف میکنی. خیلی نکته مهمیه که الان اینجا به وضوح داریم. حالا صرف نظر اینکه دستش هم همینجوری پخش و پلا کلا عکسی نیست که چیزی برای گفتن داشته باشه. طرف بلد بوده دکمه شاتر فشار بده، یه 4 تا عکس هم دیده، این هم گذاشته که ازش عکس بگیره. این یه جوری هم هست، نمیدونم شاید نوع عکاسیشه، معلوم نیست با دوربین حرفه‌ای گرفته شده. اون حس آتولیه مانند و یه حس آفرین، انگار رو توش پوست هم نشده، انگار فقط هم تو یه عکسو گرفتن مثلا یه دونه بود مثلا اینا یه حالتی داره که انگار اومدن آتولیه و تو آتولیه با دوربین حرفه‌ای عکاسی شده، ولی قبل این آخریه یه جوری انگار مثلا فقط تو خونه بیکار موندن، چند تا خز داشتن ریختن، بچه ها هم گذاشتن عکسو گرفتن. دقیقاً. و میدونی خیلی از عکسای آتلیه‌های خیلی خوب تو ایران اوایل همینجوری بود، الان یه چند سالی یه ذره تکون خوردن، یه ذره قوی شدن، به جزئیات مختلفی اهمیت، به لاین نورش، به ادیتش، به اکسسوارش، به هر چیزی جدا دارن توجه میدن. احساس می‌کنم یه سری که اینطور عکس میگن فقط برای پول کار میکنن، یعنی براشون مهم نیست عکس خوبی در نهایت تحویل میدن یا برای خودشون، حتی بیشتر هدفشون رو به کسب و کاری و زیاد تمرکز ندارن روی کار، چون تو سبک کاری ما هم حتی تو خود سنندج خیلی هستن که فقط هدفشون پول در آوردنه و عکساشون چیز زیاد خاصی نیست، تکراریه، همه جا میشه دید. بله. ولی یه سریامون هستن که واقعا کارشون خفنه و حتی نسبت پولی که میگن کمتر از اونیه که هدفش فقط پوله. دقیقاً. مرسی که همراهی کردی، مرسی از شما که با ما بودین. امیدوارم که پر از نکته بود ها، ولی نمیدونم برای شما چقدر جدید بود یا نه. ان شاءالله که عکسای خیلی خوب رو بگیرید. وقت بخیر.